دوستان بله، پارت دوی کاستوم سازی این موتور که میخوام برات استرلش کنیم، پارت یکیش احتمالش حذف شده که تایر زیرش رو عوض کردیم، گیرش رو برش داده بودیم و کاربرت رو باز کرده بودیم که سوزنش رو عوض کنیم و یه تنظیمی هم بزنیم براش. خب امروز قراره کمک زیروهاش رو باز کنیم که کاسمتون رو عوض کنیم، روغن میده و باک موتور رو هم عوض میکنیم. یه دونه باک CZL میندازیم روش که احتمالش 15 لیتر باشه. پس بریم بازش کنیم. دو تا کاسمت عوض بشه و گردگیراش عوض بشه. روغن این اصلا کاسمت نداره، کاسمت کلا خراب شد. وقتی باز کردم تا باشم عوض کنم دیگه اجازه بشه. بریم کمک ها رو باز کنیم.
بنازم. تنظیمش کنم روش که فعلا همونطوری گذاشتم دیگه Diyetisinin özünü çalışır. İstemez ihtiyaçısın. Baştan meyzası şeyi görün. Babadan. Baştan meyzası şeyi. Bu hatta. Şunu sorayım. Havacıyla benim. Şeyler veler var. Bunu sorayım. O saçma lan. Olmadı. Yavaş yavaş öyle yani ha. Ne gelmez. Özür alemlerim havacıyla ondan sonra. Ya hocam bir şey görelim. Yok bak başka şey değil. Yok hocam. Az. Havası var. Yo, şey. دوستان از همین باکو بزنیم روش. یادمون رفته که بعضی زواج ویدیو بگیریم. یک نوع واسه اینجا برای اینکه پیچ باکو ببندیم، یه دونجا تصمیم مدلی زدیم، جوش دادیم، پیچ هم زدم، جوش هم دادم که محکم‌تر بشه. که از اینجا پیچ میزنم، دو تا هم لاستیک اگزوز ماشین. خب از اونها میگیریم، بارش میدیم، میندازیم اینجا که سفت سفت باشه، چون گیره های این باکا یکم گشادتر از باکای هوندا، واسه همین باید از باشای اگزوز همه جا میتونیم پیدا کنیم، بارش بدیم از وسط بذاریم. الان من میذارم روش. خب دو تا لاستیک هم گفتم که اگزوز میگیریم از وسط بارش بدیم، میندازیم روش. الان انداختم، من پیچ هم وصل میکنم اینجا. این دوش هم پیچ ماره کردیم.
خیلی سفت باشه. خوب سفتش میکنه سفت میشه باکس باکس هست الان سفت شد صندل رو میزنم روش صندل فابریک هیچ چیزیشو عوض نکردم من بیزشو میبندم سفت میشه این هم روکش و وقتی خیلی چیزاش مونده میدن پای اگر میاد تا شاقه CZL وصل میکنیم زنجیرش عوض میشه مفتش عوض میشه فرمان عوض میشه کیلومتر عوض میشه خیلی چیزاش مونده این فقط یه دونه باک انداختیم روش کاملتنش رو تعمیر کردیم بعد بریم پارت های دیگه کاستومش رو میذارم sen təsvir kəssən, görsən məsələn.